داستان زیبای پیر چنگی از عطار نیشابوری. روزی روزگاری مردی نوازنده بود که کاری غیر از نواختن رباب بلد نبود. در شهر خودش از اول این کار را یاد گرفته بود و در جوانی در شادی‌های مردم شرکت می‌کرد و رباب می‌نواخت و از این کار پول به دست می‌آورد و زندگی می‌کرد تا پیر شد. وقتی پیر شد دیگر آن شور و نشاط همیشگی را نداشت و خریدار ساز و آوازش کم شد. دیگر او را به مجلس ها نمی بردند و روز به روز کارش کسادتر می شد. مردم هم اسمش را گذاشته بودند پیر چنگی. علتش این بود که مردم میان چنگ و رباب فرقی نمی گذاشتند و چنگ معروفتر بود. پیر چنگی در شهر نیشابور زندگی می کرد و در آنجا ساز زدن و مطرب بودن کار شایسته‌ای نبود. بیشتر مردم در دین متعصب بودند و نوازندگی جز در مجلس عروسی خریداری نداشت و همه جا نمیشد ساز بزنند. مردم به گدا صدقه میدادند ولی به مطرب نه. میگفتند این کار گناه دارد. حالا دیگر پیر چنگی به دوره‌گردی افتاده بود. اینجا و آنجا می نشست و رباب می زد و هر که ذوقی داشت و می پسندید چیزی به او می داد. اما این چیزها برای پیرمرد زندگی نمی شد. فقط زنده بود و ساز می زد. درست در زمانی که پیر چنگی وضع بدی داشت، حاکم شهر هم عوض شد و حاکم تازه خیلی متعصب بود و می گفت ساز و آواز مال جشن عروسی و عید است. دیگر هر روز در کوچه ساز زدن چه معنی دارد؟ این کارها مردم را از کارهای واجبتر باز می دارد و حاکم شهر گفته ساز زدن حرام است. دیگر پیر چنگی از نان خوردن افتاده بود. نه کسی بانگ ربابش می خرید، نه به نان دادن ثوابش می خرید. یک روز پیرمرد گرسنه مانده بود. به کجا برود گدایی کند؟ او که گدا نبود و رباب زدن را هنر خود می دانست. اما این کار مشتری نداشت و پیرمرد هم هیچ کار دیگری بلد نبود. این چه کاری بود که به او یاد داده بودند؟ پیرمرد از بدبختی خود به فغان آمد. دلش شکسته بود و نمی دانست چه باید بکند. ربابش را برداشت، زیر لباس پنهان کرد و به مسجد بزرگ شهر نیشابور آمد. در مسجد هیچ کس دیده نمی شد و این بهتر بود. پیر چنگی جلوی محراب مسجد آمد و نشست. ربابش را در آورد، پنجه‌ای بر آن کشید، بعد سرش را به آسمان کرد و شروع کرد به سخن گفتن با خدا. خدایا، من نمیدانم چه گناهی دارم. هیچ وقت به کسی بدی نکردم ولی حاکم مرا بد می‌داند. مردم مرا نمی‌خواهند و هیچ کس به یاد من نیست. اما تو که به همه روزی می‌دهی، تو مرا به حال خود وا مگذار. خدایا، هیچ کار دیگری بلد نیستم جز این که رباب بزنم. این هم رباب من است. همه هنر من همین است و امروز دیگر کار من مشتری ندارد. پس بیا و خودت مشتری من باش. تو که میدانی چه میگویم، میدانی که میخواهم کار کنم. کار من هم این است. اما نه کسی به من نان میدهد، نه کسی همراه ساز من آواز میخواند و مرا از همه جا راندند. دیگر هیچ کس مرا نمیخواهد. من هم دیگر برای این مردم رباب نمیزنم. عاجزم، پیرم، ضعیفم، بیکسم. بعد از این برای تو میزنم. اگر لایق تو نیست مرا ببخش. چه کنم که هیچ چیز دیگری ندارم. هر چه دارم این است که به تو تقدیم میکنم. تو هم کریمی و میدانی که چه باید کرد. خوب است که در مسجد هیچ کس دیگر نیست. اگر کسی بیاید مرا از خانه تو هم بیرون میکنند. پیرمرد دلش شکسته بود و اشکش جاری شد و شروع کرد به رباب زدن و گریه کرد. وقتی گرم نواختن شد، سرودهایی هم که یادش آمد همراه سازش خواند و دیگر به اطراف خود توجهی نداشت. در حالی که جز خدا کسی را نمی شناخت، در عالمی بود که خودش هم نمی دانست چه می کند. رباب زدن، آن هم در محراب مسجد. مرد چنگی
مشغول کارش بود، گریه و رباب و ساز و گریه، و عاقبت از خستگی و ناتوانی سر به زمین گذاشت و به خواب رفت. اما خادم مسجد با اولین صدای ساز به شبستان آمد و پیر چنگی را در آن حالت دید و حرفهایش را شنید و احوالش را فهمید و دید دلش راضی نمی شود پیر دل شکسته را ملامت کند. او را به حال خود گذاشت و به خانقاه شیخ ابوسعید آمد. شیخ ابوسعید مردی بود که همه درس‌های زمان خود را خوانده بود، هم آنچه را عالمان دین می‌دانستند و هم آنچه را عارفان درویش مسلک می‌گفتند، و در نیشابور خانقاهی داشت و مجلس درسی داشت و شاگرد و مرید بسیار داشت و خیلی محترم بود. ولی بعضی از علما با او مخالف بودند و می‌گفتند ابوسعید گمراه است. به جای دعا شعر می‌خواند و به جای حدیث عرفان می‌گوید. ولی بعضی دیگر هم او را مرد خدا می‌دانستند و می‌گفتند ابوسعید حقیقت را شناخته. به هر حال خادم مسجد از مریدان شیخ ابوسعید بود. خادم مسجد آمد و هر چه را دیده بود و شنیده بود تعریف کرد و گفت نمی‌دانم چه کنم. ساز زدن در مسجد خیلی بد است، ولی دلم به حال این پیرمرد سوخت. آمدم ببینم شما چه میگویید. شیخ ابوسعید گفت همینجا باش تا ببینم چه می شود. خادم نشست و شیخ مشغول درس بود. در این موقع مردی وارد مجلس شد و کیسه‌ای که همراه داشت جلوی شیخ گذاشت و گفت ای شیخ، این کیسه پولی است که من نذر کرده بودم به وسیله شما به یک مستحق برسانم و حالا حاجتم روا شده. شما آن را به یک آدم مستحق برسانید. این را گفت و رفت. شاگردان شیخ دیده بودند که گاهی از این پولها میرسد و سهمی به آنها داده می شود و همه امید داشتند که حالا هم بهره‌ای داشته باشند. اما شیخ کیسه را به خادم مسجد داد و گفت بیا، این کیسه مال آن پیر چنگی است. او از همه واجبتر است. ببر به او برسان، اما نگو که از کجا آمده. بگو این مزد کاری است که برای خدا کردی و این را خدا رسانده. مال هیچ کس دیگر نیست و مال خودت است. بردار و خرج کن و هر وقت باز هم درمانده شدی بیا همینجا و با خدا حرف بزن. اما چون مردم این کار را بد می دانند در مسجد ساز نزن. سازت را ببر در خانقاه ابوسعید بزن. آنجا خانه درویش است و کسی کاری ندارد. خادم آمد و صبر کرد تا پیر چنگی بیدار شد. آن وقت کیسه پول را جلوی او گذاشت و حرفهای شیخ را تکرار کرد. پیر چنگی خوشحال شد و سر به سجده گذاشت و خدا را شکر کرد و گفت خدایا، خوب خدایی هستی. از هر استادی بهتر قدر ساز را می شناسی. تو را ستایش می کنم و دیگر هرگز برای هیچ کس جز تو ساز نمی زنم. بعد کیسه را برداشت، ربابش را هم زیر لباسش پنهان کرد و از خادم هیچ چیز نپرسید و دیوانه‌وار شروع کرد برفتن. خادم به او گفت پدر جان، یادت باشد هر وقت خواستی با خدا راز و نیاز کنی به اینجا بیا، ولی ساز را اینجا نیاور. ساز را ببر و در خانقاه شیخ ابوسعید بزن. پیر چنگی نگاه ملامتباری به خادم کرد و گفت شیخ ابوسعید کیست؟ شیخ اگر مرد باشد خودش هم همه کارش را می‌گذارد و می‌آید برای خدا ساز می‌زند. پیر چنگی این را گفت و خادم مسجد را در تعجب گذاشت و رفت. ممنونم که تا انتهای داستان منو همراهی کردی. اگر این داستان رو دوست داشتی ویدیو رو لایک کن و نظرت راجع به این داستان توی کامنت ها برام بنویس. برای شنیدن داستان‌ها و حکایت‌های بعدی هم کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو هم بزن تا به محض انتشار ویدیوهای جدید با خبر بشی. اگرم از علاقه‌مندان به داستان‌های عطار نیشابوری هستی، حتما به پلیلیست داستان‌های عطار نیشابوری که لینکش رو اینجا می‌بینی یه سری بزن.